خوش هستی؟ آه زیاد یا کم؟ زیاد. سوق از کجا می آوردی؟ از پایان. از پایان؟ از پایین کم می آوردی چند دقیقه؟ یک ساعته. یک ساعته؟ خب نامه چی است؟ صبرینا. صنف چندم مکتب هستی؟ 4. 4. نه صبرینا جانم خوش است. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، جای خیلی افتخار است. عزیزای شجاعت کردن و چای آب افرکن در منطقه دیبالای ولایت زیبای کابل نزدیکی گردنه کو. عزیزای ما مشکلات زیاد اینجا روبرو بودن. متاسفانه کودکایی را که شما میدین قسمت از نصف روز حتی در آوردن آب مصروف می بودن، از درس خواندن و همچنین با صدها مشکلات دیگه در بس از مورد در این وضعیت لغزنده می افتادن و دستشان از اوقات می شکست و یکی پایشان می شکست. الحمدلله اینجا چای آب که نزدیک به 1.5 متر است حفر شده است و ما سپاسگزار هستیم از دوستا و عزیزایی که در این امر خیر سهم گرفتن. ما خدمت دوستا اسامی اون عزیزا را که کمک کردن اگرچند کفایت میکنه که الله متعال شاهد بر این قضیه باشه. حدیث از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است در 7 چیز شخصی که وفات میکنه بعد از مرگش هم اون اعمالش قطع نمیشه و صدقه جاریه و همچنین حفر چای آب از جمله اون 7 مورد است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم تذکر میتن. غرس نهال نیز است و یا علم نافع، فرزند صالح که موارد ذکر شده است. ما مطمئن هستم عزیزایی که سهم گرفتن حتی بعد از مرگ این صدقه به ایشان باقی خواهد ماند و این اجر وفور خواهد داشتن. عزیزایی که کمک کردن البته هر کسی به اندازه استعداد و توانایی خود سهم گرفته. مادر بزرگوار بی حاجی رحیمه، روزبه امیری و اولادهایشان، فرزنداش مصطفی منصور، فاروق احمدزی، یاسین شفایی، برادر ما عبداللطیف و خواهر ما صوفتا یا صوفتی محمد مصری، برادر ما یاسر و محمد جان از پاکستان و برادر ما راجو از هند است، برادر ما حسن از ترکیه و پتیل برادر دیگه ما از هندوستان. اینا کسایی هستند که سهم گرفتند و این چای آب حفر شده است. نماینده منطقه و توحیدی صاحب داریم. توحیدی صاحب چه حال دارین؟ خوب هستین؟ سلام علیکم. الحمدلله. شما خوب هستین؟ زنده باشین. تا جایی که ما خبر شدیم در حفر این چای آب مشکلات زیاد داره، شما هم تحمل شدید. سلامت باشین. ولی اینجا خب امی نبود آب بود و امی مردم بسیار با مشکل روبرو بودن. تقریبا از جاهای دور دور اینا آب می آوردن. دیگه باز ما یک تصمیم گرفتیم که اینجا باید یک چا باشه و صدقه جاریه برای ما باشه، برای دیگه دوستان باشه. الحمدلله به مراد ما رسیدیم. الحمدلله. توحیدی صاحب چقدر نیاز بود اینجا چای آب باید حفر میشد؟ تقریبا یعنی اینجا در حدود 2.5 الا 300 خانه هست. کمیال ما روزمره 10-12 بار امی تانکر آب پر میکنیم. این 24,000 لیتر توزیع داریم همه روزه. دیگه آدم فکر بکنه دیگه چقدر نیاز بود، بسیار زیاد بود. بله الحمدلله این نیازمندی تا اندازه حل شده باشه. عزیزایی که میبینن میتونن با ما تماس بگیرن، شماره گیرنده در خدمتشان است. توحیدی صاحب الله متعال به شما خیر برکت نصیب کنه. بسیار زیاد سلامت باشین. تشکر. یک جهان. خوش شدین؟ بله. ماشاءالله. دوستان عزیز لینک روی صفحات مشاهده میکنین، شماره تا زخمتتان است. ان شاء الله ما در مناطق مختلف دیگه هم چای آب حفر میکنیم. ودرك لله زمزم يا معجزة الماء زمزم يا هزمة جبريل